اذ انتم جاهلون، در آن وقتی که شما نمیفهمیده، جاهل بوده از فکر، از انجام و عاقبت امی معامله که شما انجام بوده، نمیدانسته، علم نداشته. اگر علم میداشته این کار قطعا نمیکرده. نه با یوسف علیه السلام حسد شما را واداشت به کدام جاها کشانید تانه. چرا؟ چی گپا بود؟ برای ما و شما اگر جنجال پیدا میشه، اگر زدن میشه، اگر کندن میشه، هر قدر معاملات که شما میبینید، اگر معصیت و گناه میشه، از روی چیز جهالت است. اگر انسان عاقبت و انجام معصیت و گناه را بدانه، گاهی قدم به معصیت نمیمونه. کلش سرچشمش جهالت است. یوسف علیه السلام آلی خو یا سخت شرمنده، سخت شرمسار میشه، اما علتش برش گفت که شما جاهل بوده. یک قالوا انک لانت یوسف، درک کردن آیا تو یوسف علیه السلام هستی؟ قال، گفت انا یوسف و هذا اخی، من یوسف و امی برادری ماست. نمیگه که ما این رقم هستیم، آلی دیگه از پیش شما انتقام میگیریم. نه، ایرا به احسان الله والا میکنه. قد من الله علینا، الله احسان کرده بالای ما. توسط چی احسان کرده؟ توفیق صبر بر ما داده و بعد از الله متعال ما را جمع کرد همراه برادرای خود در اینجا. آلی دیگه حسد وجود نداره. یکی تقوا و صبر پیشه کردیم الله متعال، با وصفی که عدد ما کم بود، مورد حسدی برادرای دیگه هم قرار گرفته بودیم. نمیخواست، اراده برادران نبود که ما به این مقامات برسیم، اما تقوا و صبر اینمی اثر داره که الله متعال ما را در کدام موقف رسانده، در کجا آمدیم. انه من یتقی و یصبر، این توصیه است، برای کلگی توصیه است. بله، مردم در مقابل چی میکنه؟ پلانات طرح میکنه، جنجالا را خلق میکنه، حالی بری تو سازشا میکنه، تو را متهم میکنه، انواع القاب سرت میگذاره، اما تو فقط تقوا را اختیار کن. یادت باشه که در شرک ملوث نشوی. راه مستقیمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیم کرده روان باش. یکی. دوم، یک کمی در تکلیفات تن بده، اینطور نشوه که تو جای چی الا بکنی و گریز بکنی. نه، یک کم کم در تعرضات تن بده، بعد از او خلاص هستی. چرا؟ و انه من یتقی و یصبر، کسی که تقوا را اختیار میکنه و در تقوا همونطور انجام دادن نمیشه، سختی و تکلیف سرش میاد، و یصبر، صبر اختیار میکنه، فان الله، یقینا الله متعال یضیع، ضایع نمیکنه. نمیگه که اجر ما را ضایع نمیکنه، قانونی عمومی الله را بیان میکنه که الله ضایع نمیکنه اجر المحسنین، پاداش کسایی که احسان کننده است. محسن دو تفسیر داره. کسایی که در عقیده، عمل، اخلاق درست هستند، عقیده درست، عمل پاک، اخلاقش مکمل موزون و متناسب در چیست؟ چوکات ادب است. اینطور مردم را الله ضایع نمیکنه اجرش. یک محسن کسی را میگه که رعایت حق الله را هم داره و از مخلوق الله را هم داره، عقیده توحید و متابعت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس تو اینمی کار در پیش بگی بگذار، اولکو به الله متعال، خود به خود کارا جور میشه، خود به خود. یک معضله که در چرت میباشی که معضله چه قسم حل شوه، میبینی که الله متعال از یک راه نه، از یک راه اینطور جور کنه که نفهمی هم. چی درس عظیم شد. یوسف علیه السلام میگه الله سر ما احسان کرده، بندگان نیک الله زمانی که مورد نعمت و فضل الله قرار میگیره سینه نمیزنه، خود قهرمان و خود چی معرفی نمیکنه، ایره معرفی میکنه توفیق الله متعال است. الله برای ما توفیق داده که اینی قدر توانمندی برای ما پیدا شده، درس است برای ما. دوم، نتیجه صبر و تقوی نمیسته که الله اجرت ضایع نمیکنه. اگر در دنیا کامیاب هم نشدی، شاید شهید شوی، شاید بموری، لیکن الله اجرت ضایع نمیکنه، در آخرت خواست. قالوا تالله لقد آثرك الله علینا، اینی را میگه. چی درسی عظیم است. دیروز حسد میکرد، امروز سری خطای خود اعتراف اقرار میکنه. بله، بنده خطاکار است، بنده بسیار خطا میشه، عقلش کار نمیکنه، غضب سرش غالب میشه، نه و هم سرش غالب میشه. لیکن انسان اگر همینطور کار است پیش میشه، چی را داره؟ رای نمی این ندامت و پشیمانی، اقرار، اعتراف، عذر پیش کردن. بس از او خاطر است که یوسف علیه السلام در مقابل برادرها هیچ دیگه گپی نداره. پیش الله متعال اگر همی قسم معصیت کرده، نعوذ بالله خطا شده، به الله خود عاجزی بکن، اعتراف بکن،
الله هم تو را معاف میکنه. قالوا تالله قسم بالله لقد آثرك الله، یقینا ترجیح داده بود، برتری داده بود الله تو را علینا بالای ما. و این کنا لخاطئین، یقینا که ما بودیم خطاکار. یقینا تو را خو الله برگزیده بود، تقدیر فیصله ازلی میطور شده بود، اما ما اقدام خیلی ناروا و نادرست کردیم، حسد کردیم و حسد ما را یک گناه نه به صدها گناه کشانید. انسان که یک گناه را بکنه باز گناه دیگه هم چیستا پشتی سرش آمده رایست. این همی قسم نیکیست که یک نیکی میکنه نیکی دیگه پشتی سرش میاد. یوسف علیه السلام دید که برادرها به او موقف قرار نداره، یقینا ندامت و پشیمانی از نرفتن بنیامین برادری کلانونه کلی گپا را افشا کرد که ما دیگه روی آبرو پیش پدر نداریم، دینم تقاضای زیره نداره. چی بکنه؟ مقام خوب انتقام است. یوسف علیه السلام میتونه که خوب امیالی در پیش روی ما مرا گفته، مرا دوست گفته. نه گپا کلش خاموش است. یک نکته را یوسف علیه السلام برش یادآوری نمیکنه. در اینجا گفت که شما مرا در چه انداخته؟ نه، سر بسته جواب داد که شما جاهل بوده، نمیدانستی عاقبت امر، از خاطر ملامتتان نمیکنم. قال لا تثریب علیکم اليوم، گفت یوسف علیه السلام اجن و الزام و ملامتی نیست علیکم بالای شما، اليوم امروز یک چیزی نیست، شما در ذهنتان نگرده که اینطور معامله را در حق ما انجام داده باشه. ما که در اول قصه که احسن القصص گفته بودم که زندگی و معامله مکمل دعوت پیغمبر علیه السلام عیناً با قصه یوسف علیه السلام هماهنگ است. این همیسته و هم از طرف خودگاه برادران از خانه کشیده شد، اما الله پاچه مصر گردانید چه. پیغمبر علیه السلام هم از دست اول خودگیایش از خانه کشانده شد، اما پاچه مدینه میشه. پس مکه را فتح میکنه، مردم در خانه کعبه پناه بردن میلرزه که فرمان عالی صادر میشه، خصوصا که عمر رضی الله عنه تهدید کرده که یک تانه ماندنی نیستیم. درک میلرزه، ایران است که فرمانی قتل ما کی صادر میشه. اما پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ گفت من دیگه گپ ندارم بجز از گپ برادرم یوسف علیه السلام که لا تثریب علیکم اليوم. شما خبر داری که چی یک انقلاب عظیم در اهل مکه پیدا شد. اگر پیغمبر در صدد انتقام میشد یک نفر گریخته گروپ در مقابل مسلمان ها جور میشد، آرام نمیماندن. چرا که یک آدم از مجبوریت خود جبهه را پیدا میکنه، تو نمیمانیشه. یکی از جمله سیاست های خیلی بزرگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. زمانی که اعلان شد خلاص شد. او سیاست های دیگر که در کار انداخته بود پیغمبر علیه السلام خود جدا بود. کسی در خانه ابو سفیان، کسی در خانه مسلمان پناه ببره، خلاص است دیگه، وقت از جنگ نمیشه. اما این اعلان پیغمبر یک چی بود بگوی؟ یک انقلاب عظیم در بین مردم پیدا کرد. حالی جق مردم، دل مردم آمده رایسته اظهار ایمان میکنه، دست از جنگ میکشه. فتح از امو خاطر است مکه میتور فتح میشه. بله، اگر یک کسی که راستیان به برادرای خودی اعلان بکنه، او فضای حسد، او فضای دشمنی به چی تبدیل میشه؟ به کدام حالت تبدیل میشه؟ زندگی خانواده این نبی رقم میباشه. اگر ادنا تشنج پیدا میشه، بهتر است در گذری پیدا شود که پس صحنه مبدل شود، او را دیگه ادامه نده. چرا که ادامه دادی تو در مقابل ازو میکنی، در مقابل تو میکنه. مثل که تو میخوایی که حالت ازو را خراب بسازی، و میخواه که حالت تو را خراب بسازه. زندگی مبدل به صحنه چی میشه؟ جنگ، عداوت، دشمنی، غم، غصه. اما زمانی که از عفو در گذری کار گرفته میشه، همه چیز نرمال میشه. یغفر الله لکم. یوسف علیه السلام سعی که برادران را دیگه چی می تسلی میده؟ جنایتتون خو عظیم است، لیکن الله ما خو حق خود بخشیدم، لیکن الله شما را بخشش میکنه. یغفر الله لکم، بخشش میکنه الله برایتان اگر شما توبه میکنه، رجوع به الله کرده. و هو ارحم الراحمین، الله خو بهترین رحم کننده الله متعال است. ما انسان هستیم، رحم ما چی؟ رحم الله است. اذهبوا بقمیص هذا، آلی گپ دیگه در نهایت رسیده. اذهبوا بقمیص، یوسف علیه السلام خلایق بود که خودش می آمد، لیکن آمده نمیتونست. چرا؟ ما گفتیم که کل مسائل توزیع غلجات در اختیار کی بود؟ یوسف علیه السلام. در وقت نبود ازی حتما اینجا ظلم و زیادت صورت می گرفت. از همون خاطر یک لحظه اینی وظیفه را ترک نکرد. مردم میگه ترجیح اهم. صحیح است که قدر احترام پدر خو خیلی زیاد است، اما زمانی که
توسط قدر احترام تو به پدر او طرف فساد پیدا میشه. نه، اینجا قدر احترام پدر بگذار، لیکن برو او کاره به خاطری که جلوگیری از فساد و ظلم شوه. یوسف علیه السلام اگر نه این قدر بیادب نبود، پاچا بود، امکانات داشت، اسپاره بگیره قطی خود بیاد چند شو ده شو در کنعان خود برسه در خدمت پدر خود، اما اونجا فساد پیدا میشد. از او خاطر میگه اذهبوا بقمیصی، ببری پیراهن مرا نشانه شوه. بعضی مردمایی را میگه که نمو قمیصی بود که از ابراهیم علیه السلام باقی مانده بود، انتقال کرده بود به یعقوب علیه السلام، به اسحاق علیه السلام، به اسحاق علیه السلام، باز به یعقوب علیه السلام، او را به یوسف علیه السلام داده بود. و او نمو قمیص پیراهنی بود که بردن شکی یک دفعه به خون آلوده که نه ای را گرب خورده. لیکن این روایت ها در این قصه ها در روایت صحیح ثابت نیست. نه، او قمیص نیست، پیراهن یوسف علیه السلام است، نشانی میبره. هذا این چیستا پیراهنی میست، فلقوه بندازش علی وجه ابی، بالای روی پدرم، یات بصیرا که بیا بینا. خبر شده بود که یعقوب علیه السلام از دست غم و درد چشما سفید گشته کور شده، گفت ببر پیراهنی مرا. این به طریق معجزه است. یوسف علیه السلام هم پیغمبر است، این کل امور به فرمان کی میشه؟ الله متعال، و اونجا معجزه است. از این مردم های استفاده غلط میکنه، میگه سایکو اینطور مردم هسته. پیراهن یوسف علیه السلام چشمی یعقوب علیه السلام بینا نکد، خود تو یوسف شو که باز چشمی یعقوب علیه السلام. یکی تان یوسف شوی، دیگه تان یعقوب شوی که باز بعد از اون ما چی بکنیم؟ تصدیق بکنیم. تو خود تعالی را بگوی یوسف خود چی میکنی؟ با مثل برادرای یوسف هم نیستی. تو کرامت به خود ثابت نکو، عزتمندی را به خود ثابت نکو. اگر تو راست میگی، خیر یک سوال از تو میکنم. کل جنجال آلی دیره میسته که تبرک، او برادر تبرک یا قبول نداره؟ تبرک سیکو، تبرک با چی پیغمبر کرده؟ با آبی وضو تبرک با مویای پیغمبر شده، با چپنی پیغمبر تقسیم شده. او جناب خود پیغمبر است. حالی تو چیستی؟ تو خدا پیغمبر؟ نعوذ بالله، این مردم خدا پیغمبر معرفی میکنه به مردم. نه، وقتی که از او شده نه، پس هر کس که نزدیک به الله باشه تبرک به او است. خیلی خوب، خیر تو خیلی نزدیک به الله یا ابوبکر؟ تو خیلی نزدیک به الله یا عمر؟ کدامش؟ بعضی علمای بدبخت خبیث دور از این مجلس، او را خبیث به خاطر میگم که نعوذ بالله الله برش علم نداده، مردم اموتور فریب میده، محض مردم این بیچاره ما خو فقط سخنا را برش بگو گوش گرفته، نه تحلیل دارن، نه سنجش دارن، نه حتی عقل خدا در کار میندازه. نعوذ بالله. او خبیث در بیانیه خود میگه پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله رفت، حالا که حدیثی طور نیسته، رفت سوراگشت، یکی از صحابه رفت پشت سرش ببینه که کجا پیغمبر علیه السلام بول کرده. خب گوشت نبیگیره، این گپا را باز ببینه. اینقدر یه عالمی است که خیلی شهرت داره که ستایش در هر جا فروخته میشه. این مردم افغانستان بیچاره همین قدر درک نداره. میگه که سعی بکنه که پیغمبر اسلام کجا بول کرده، گرفت او را خورد. خب گوشت نبیگیره. بول خو معلوم شد سعی که خبیثی قدر است که بول خو پیشاب میگه پیشاب خود از زمین استاد نمیشه، خود جذب میشه، این خو پس خورده نمیتونه. نعوذ بالله. این خبیث مواد غایتی پیغمبر علیه السلام میگه که خورده. حدیث در بیهقی است میگه. حواله میده بله در بیهقی حدیث است. دو حدیث است. یکی حدیثی است که پیغمبر علیه السلام ظرفای چوبی داشت در زیر چپرکتش، زمانی که مریض بود بیرون رفتن نمیتونست، پیشاب در او میکرد و صوبکی او را دور مینداخت. اینی قدر آمده که خلاص نوشیدن در حدیث صحیح نامده، اما در اوجه در روایت بیهقی که آمده اونجا این آمده که یکی از امیمه بنت رقیقه او را خورد به نادانی که بسیار تشنه شده بود، فکر کرده بود که آب است. پس آن که صبحکی که پیغمبر اسلام سوال کرد که کجا کردی چی را، گفت دور انداختی؟ گفت نه یا رسول الله، من خود دور ننداختم، من تشنه بودم، گفتم البته آب است، من خوردم شه. باز در یک حدیثی طور آمده که برو الله دیگه آتش در شکم تو چی نمیکنه یا اینطور میشه. این روایت های زاید غیر از بول کردن پیشاب کردن پیغمبر علیه السلام در ظرف، دیگه خوردن گپا کلش ضعیف است، نادرست است. اما او تنها در بول اسورم به نادانی است. این خبیث عالم اینطور میگه. مردم چی جبر است؟ چرا می حدیث بیان میکنی؟ چی گپ است؟ فرض است، واجب است، سنت است؟
شما ببینید که این مردم نعوذ بالله مردم دعوت میکنه به چی؟ پیغمبر خالی نعوذ بالله الله دور داشته باشه این گپا را در اسلام میگه قطعا گنجایش نداره و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی هم حتی آماده به این نیست که بولش کسی بخوره نعوذ بالله گاهی کار نکرده چرا که پیغمبر اسلام تا اندازه این قدر حیا داشت این قدر که شما ابو داود چی را خواند اذا ذهب المذهب ابعد وقتی که در قضای حاجت میرفت دور میرفت خب تا این اندازه را پیغمبر اسلام حیا داشت او این بدبختا میگیره به مردم اینطور میگه که نه پیغمبر اسلام باید همه چیزش تبرک شود این چرا میگه شما خبر داری پیغمبر خالی زنده نیست خدا آلی سری مردم خدا میقبولانه این بدبختا به مردم اینطور چی میکنه تلقین میکنه که ما قابل عزیزیم که همه چیزی ما باید چی شود تبرک گرفته شود او مردم همونطور است همونطور نیست دستای امی پیرای ساختگی در جان مالیده نمیشه آبیش خورده نمیشه دستای چرکینه استنجا کده آمده او میشوید اوی بدبختا میخورش عجیب است باز خود حنفی ها میگیره حنفی ها میگه این آب پاک است خوب پاک کننده نیست آب مستعمل لیکن در صورتی که نجاست زایل نکده باشه اگر نجاست زایل شده باشه پیشاب در دستت خورده باشه او را ششتی آب نجس شد به نزد از وا یا خیر نجاست هم میخوره نعوذ بالله عجیب نیست اینی طور حالتا در این وطنتان فعلا روان است در می عصر تقدم در می عصر پیشرفته در می عصر تکنولوژی اینی گپا در مجالس تقریر میشه بیان میشه هزاران مردم برش نشسته این ریشا ببینی ما آخر در کجا شکایت کنیم شکر الله را بکشی که الله با قرآن آشنا کتانه وگرنه الله اکبر دکترها را ببینی انجینرها را ببینی یک رقم سجده میکنه سجده ها که پرسان نکو پس اکی رفتن از یارا ببینی الله عقلشا نگرفته خود چی ضرور است که گپا میزنی علت در کجاست علت در اینجاست این تبرک در اینجا آمده نه سیست تبرک از پیغمبر از آن چیزی که در حدیث برای ما ثابت است از مویش است از آبی وضویش و این گپا برای ما بالکل ثابت است اما بعد از او افضل ترین امت کیست ابوبکر رضی الله عنه از او تبرک نشده نه آبی وضویش نه چپانیش نه مویش نه هیچ چیز هم نه بعد از او از دیگه صحابه بعد از او از علمای برجسته که تاریخ ثبت کرده امام بخاری واری شخصیت تبرک نشده امروز تو کلمه هم نمیفهمی به خود تبرک قائل هستی مردم دعوت میدی که از ما تبرک بکنی تو چی داری چی کمال داری اذهبوا بقمیصی هذا بروی به پیراهن مینمی فلقو بندازش علی وجه ابی بالای روی پدر ما یاتی بصیرا که بیایا بینا و اتونی به اهلکم اجمعین شما بیای به امرای اهلتان مکمل اونجا دیگه باقی نمانه الله متعال آلی کاسه صبر دیگه تکمیل شد رفت در او حالتا او غم اندو او فقر ناداری اوی سفرهای طولانی که صرف به خاطر یک بار غله از کنعان تا به مصر سفرها بکنه آلی در پایان رسید ولما فصلت العیر هرگاه که کاروان جدا شد الله اکبر قال ابوهم میگه پدری امی برادرای یعقوب علیه السلام انی لاجد کسایی که در پالیش نشسته است نواسا کواسا در گرد و برش نشسته است میگه میابم ریح یوسف ای بوی یوسف علیه السلام این دیگه مسافه چند است 8 روزه مسافه است 250 میل مسافه است میابه این چی رقم میابه به طریق معجزه لولا ان تفندون اگر شما نسبت عیب به من نکنی اگر نسبت بیعقلی را به من نکنی مرا احمق نگوی بالکل بوی یوسف علیه السلام میابم دومان لولا ان تفندون اگر شما مرا نگوی که کونه فکر هستی اگر نسبت کونه فکری نکنی ما بوی یوسف علیه السلام میابم